وقت فاطمه شدی شوهرت علی میشه، وقت شوهرت علی شد بچهت حسین میشه، بس بچهت حسن میشه، بس بچهت گلسم میشه، بس نام پیدا میکنی، شهرت پیدا میکنی، عزت پیدا میکنی، شرافت پیدا میکنی، آرامش پیدا میکنی، نان پیدا میکنی، زندگی، کلی چیز خدا برات نصیب میگردونه. 5 وقت نماز بخوان، تصمیم بگی حجاب اسلامی را رعایت میکنی، پشت این و آن نگرد. میگه این ملاقات اینقدر دماغ هم جور شده دم حجاب من کار داره. مادر جانیم به خدا قسم ملام دوست داره صورت تو را ببینه، ملام دنبال زیبایی میگرده، ولی من میترسم که صورت تو با آتش جهنم میسوزه. ملا به خاطر خود نمیگه، خب ملا میگه صورت تو پنهان بکن، چی دشمنی من با تو دارم؟ تو چی کردی؟ پدرم دشنام دادی، مادرم دشنام دادی، چی کردی؟ چرا من میگم تو حجاب داشته باش؟ به خاطر که دوست ندارم با آتش جهنم بسوزم. دوست دارم که در روز قیامتم در جنت زندگی بکنم. دوست دارم که در کنار فاطمه باشی، در کنار عایشه باشی. فریب این آن را نخور، فریب تلویزیون سریال نخور. اینها همه تیر میشون، همه مردن ما هم میره، هیچ کدام ما زنده نمیمانیم. خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت، خوشا آن که پاک ما از مادر پاک آمده بودیم. وقت طفلک تولد بدون گناه، پس توسط گناهایی که انجام دادیم خود آلوده کردیم.